دوستان خوب ما اینجا، استاد فریدون حافظی هستن، به خصوص در ویولون شاپور نیاکان. من خواهش میکنم شاپور از اون فرهیخته‌های موسیقی ماست، لیسانسیه زبان، مترجم زبان فرانسه و شاعر خوب. من خواهش میکنم استاد محترم و محقق ارجمند، شاعر گرانقدر استاد سعیدی سیرجانی تشریف بیارن، به عنوان حسن ختام چند کلام بفرمایید از سوی اهل ادب و بعد بریم بشیم. معمولا رسم در یه مجلسی بزرگان، فضلا، دانشمندان، اشراف هستند، کوچکترین بچه را انتخاب میکنن بره دست گل بده. حالا هم به عنوان کوچکترین عضو این جلسه من انتخاب کردم که بحث سخن به پایان بدیم، به کار شکم بپردازیم تا بعد بریم. اینجا که نشسته بودم، اولا خدمتتون عرض کنم من 3 ساله یه جونه ولی دست نزده، پام از کار افتاده، از خونه بیرون نمیام. دست کار نمیام. متشکرم که امشب اومدن و من کشوندن به این جلسه. پیش خودم فکر میکردم، گفتم ملت ایران ملت هنرناشناسی است و اگر هنرناشناس باشه حق داره برای اینکه در بین ملت ما مردم عقده‌ای عقب افتاده‌ای بودن که خدایی تجسم شدن مظهر همه بدیها، خشونت، قهر، غضب، کشتار، خون ریختن و فلان. در مقابل اون روح ملت ما، روح عرفان ما خدایی مجسم کرده، خدای قرآن، مظهر رحم، عطوفت. نمونه این دوتا خدا رو در ادبیاتمون زیاد می‌بینیم. شما توی ادبیات فارسی هر جا چرخ، فلک، قضا، قدر اینا رو دیدید، این بدونید منظورش خدای این خشک متعصب‌ها هست که نمیخوان خنده روی لب کسی ببینن. و این بیان رو فقط شاعر میتونه بکنه به سرش به باد نره. اون هم شاعری مثل مولوی. ببینید بهترین تجسم این دو خدا، معذرت میخوام فقط میخواستم تشکر کنم ولی چون صحبت پیش اومد خیلی معذرت میخوام آقای دوستان، اگر از 5 دقیقه تجاوز کردم فوری افسارم بکش. در نظر بعضی ها خدا یک موجود مردم آزار قهاری است که اون بالا نشسته مواظب یه خنده اگر به لبت اومد 4 تا گرز میزنه توی سرت در جهنم. اگر لباس شیک پوشیدی 6 تا گرز میزنه. اگر صورت زیبا دیدی که وا ویلا دیگه تکلیف معلومه و امثال این. در مقابلش یک جلوه نازنین ادبیات ایران داره و اون عرفان ادبی ایران است. اون منطقش اینه، میگه ما از نظر بعض مردم سختگیر مثل زندانی هستیم. معمولا شب عید که میرسه زندانی رو آزاد میکنن. میگه من با افکارم، با فکر عارفانه، با وسعت دین، با اسلام حقیقی اون عیدی هستم که اومدم شما زندانیان وحشت را آزاد کنم. باز آمدم چون عید نو تا قفل زندان بشکنم. وین چرخ مردم خوار را، اون خدای مظهر غضب را، وین چرخ مردم خوار را چنگال و دندان بشکنم. استدلال میکنه و استدلال درسته. شما بنده رو دعوت میکنید به منزلتون، مهمان شما هستم. خب سفره رنگینی میچینید جلو من، دست بکنم غذایی بردارم فوری بزنید پشت دستم که فضولی نکنم. آب میخوام بخورم، سیگار داغ بذارید پشت دستم.
شیرینی میخوام بخورم بزنید توی سرم. این چه طرز مهمونداری است؟ ما مهمان خدا هستیم در این عالم. نه خان کرم گسترده، خدایا خان کرم گسترده، مهمان خویشم کرده، گوشم چرا مالی اگر من گوش اینون بشکنم؟ نه منم بر خوان تو سرخیل مهمانان تو، جانی دو با مهمون زنم تا شرم مهمون بشکنم. گر پاسبان گوید که اینهایی که میخوان خنده روی لب نباشه، اینهایی که میخوان زیبایی رو نبینید، گر پاسبان گوید که بر وی بپاشم جام می، دربان اگر دستم کشد من دست دربان بشکنم. خب این شعر آخریش هم بس به حال منه، چون من خراب مست را در خانه خود ره دهی، پس اینقدر دانی که این بشکنم اون بشکنم. بله؟ تشکر میکنم. فیات نمره شیراز 11 شماره 11